استاد یک سوال بود، همین در یک جای نشسته بودیم که یک دامولا همون طرف خدا ما گفته بودن که سفیدی که ارلشکر نخور گفتن و گفتن که حدیث است که از پیامبر خدا روایت شده که پیامبر خدا گفتگن که همیشه معنا که گویا سفیدی به سفیدی نخور. همینجا یک دامولای مشهور هستن و همین چیز من چندین سال باز کافتا هم حدیث متاسفانه یافته نمیتونم. این همین حقیقت مسئله داره. در طب نبوی علامه ابن القیم هم اشاره کردن و چند روایت های آوردن. روایت های اینقدر قوت ندارد ولی اقوال طبیب ها در این باره هست. مثلا شیر و ماهی یک جای کردن. بعضی طعام ها هست که به همدیگر یعنی سازگار نیستند و این به معده ضرر میکند، احتمال ویران شدن معده هست. بنابراین درست است. یعنی اصلا علم طب بله بعضی علما گفتن که اصلش از آسمان آمده است. درست است، چون که در صحیح بخاری مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که ما انزل الله داء الا انزل له دواء. هر یک دردی که الله تعالی نازل کرد دوا هم نازل کرد. خب این حدیث دلالت میکند که دردم از جانب الله، دوا هم از جانب الله. مادامی که از جانب الله باشد اصل علمی طب از پیغمبرها آمدگی است. و بعضی عالم ها میگن که هو تجربتون، علم طب تجربه هست. درست است اینشان، یعنی در تجربه میکنن، از حیوان ها گاه ها می آموزند. مثلا یکی از حیوان ها مثل پلنگ بعد اینکه در پوستش جراحتی وزنین برداشت و پوستش پر درید، بدنش نمایان شد و خون و آب، آمد به نزد درخت، پوستی درخت را با دنداناش تازه کرد به مقداری همون جایی که پوست خودش کوچیدگی است. بعد همون جای پوستش کوچیدگی به درخت جفت کرد و همونجا چند روز خواب کرده میخیل. وقتی که خسته رفت میگن علاقه پوستا شخ شدگی، پوست گرفت یعنی عقبت. یعنی از همین چیزا استنباط میکردن، جمع آوری میکردن. یعنی اصل علمی طب تجربه. مثلا در تجربه گذراندگی هستن که کسی شیر کتی ماهی میخورد، درد شکم میشد، میپرتاید خوردگی اش را، همین چیز ضرر میکند، برای همین منع کردن. درست است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گاه خرما رو با تربوز میخوردن، میگفتن که نقتل حر هذا ببرد هذا، گرمی این رو با خنوکی این میزنیم میگفتن. یعنی یک گرمی و یک خنوکی میکردن. مثلا اگر گوشت گوسفند خورید، چای کبود میخورید که چای کبود خنوکی هست، گوشت گوسفند گرمی هست. بر بالای گوشت گوسفند چای سیاه نمیخورید، یا اصل چای و اصل هم گرمی هست، یا مثلا نبات چای سیاه نمیخورید، چون که دو گرمی میشد، احتمالی ضرر کردنش ممکن. بنابراین بله طب پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی به همین چیزها هم اشاره کردگی هست. یعنی طعام وقتی که با یک طعام میخورید اون یا فایده دارد یا ضرر. دو طعام یک کرده خوردن، خاصتا خورش ها.